نوابسته از 4 فصل سال در بازارهای کشورمان کبودی یعنی علف و گیاهای فایده بخش، پیازی سبز، سیرپیاز، شیبیت، کشنیج فراهم است. مخصوصا در فصل بهار کبودی و دیگر انواع علفها زیاد می شود. در فصل بهار بیشتری آدمان خود را خسته و بیمدار یا اینکه ضعیف حس می کنند و این خاطر دکتران و متخصصان توصیه می دهند که بیشتر سبزیجات و میوه‌جات استعمال کنند. و خصوص استعمال کبودی شخص را بردم و با قوت نموده غذا را نیز لذیذ می گرداند. کبودی ها از ویتامین ها بوی می باشند. با مثال گیریم اگر که یکی از این کبودی ها پتروشکا می باشد که در ترکیب آن 4 مرتبه زیاد از لیمون کسلتای اسکاربینی دارد. در ترکیب آن بتا کراتین، گروه ویتامین های B، ویتامین های A، E، فور، آهن، مگنی، فسفر، کالی، کلسیم موجود است. استعمال آن ورم ها را می گرداند، بینایش را خوب می کند، فشار بلندی را معتدل می گرداند و به بیماری های سرطانی پیشگیری می نماید. نمودهای گوناگونی سبزه یا خود کبودی را از قبیل کشنیج، پیازی سبز، ریحان، پودینه، شیبیت مردم در پیش حولی هایشان نیز کشت می کنند. کبودی های نیز هستند که نوهای خود رای بوده در موضع های خوشباد و هوا می روید. معمولا نفرانی هستند که کبودی را دوست نمی دارند، اما آن گیاهی خوشبوی است که به شکلی هم خام و هم پخته خورده می شود. دیگر نمودی کبودی ما می دانیم که پیازی کبود که از اسکاربینوی کسلتا بوی. اسکاربینوی کسلتا هم رگ‌های خونگرد را وای می کند، مستحکم می کند. در ترکیب پیازی کبود ویتامین C موجود است. روغنی افیر، زینک، فسفر، کلسی، کالی، آهن، مگنی و کراتین. ترکیب پیازی کبود موادها موجودند که با میکروب‌ها و ویروس‌ها مبارزه می‌برند. در وقتی که ما پیازی کبود را استعمال می‌نماییم، میکروب‌ها در دهان موجود بوده البته نیست و نابود کرده می‌شود. در بازار نرخ کبودی از 50 درم آغاز می شود. رفاعت دداخوی جای و از ناحیه سپیتامین سبزه های گوناگون را هر صبح به بازار پنجشنبه آورده می فروشد. وابسته از حجم بندهای کبودی نرخ گذاری آن هم فرق می کند. من اسمالاتانم جرجرم دلویم ویتامین نقص اگر چند قدر میخورد نقص میشه. این با چند پولی مثلا نرخش یک سمون منه یک سوم من دوتا یک نیم نه یک سمون یک بنچش یک سمون اینش هم یک سمون اینش بلوز کیلوش 10 سوم جرجر 4 سوم اسمالا 4 سوم. دهقانان کبودی را در 2 موسم فصل بهار و تیر ماه به زمین می‌کارند، اما در گرمخانه ها این نوع سبزیجات دائمی است. کبودی در ترکیبش به مقداری زیاد ویتامین و نمک معدنی داشته طعام را با لذت می‌کند. آن را تر و تازه و هم خشکانیده استعمال می‌کنند. جمهوری تاجیکستان سال دراز کبودی هست. بعضی آدمان استفاده نمی‌برند فصل زمستان و از کبودی ها همین موادهای کنسرو کرده شده استعمال میکنند. حساب همون وای آدمان بیشتر بیقوت میشوند، لاغر میشوند حساب نارسایی ویتامین ها و بیشتر به بیماری های شمال کشی دچار میشوند، به زکام دچار میشوند که حساب استعمال نمودن کبودی ها ایمونیتشون پس میشود. کبودی خودروی این اسمالاق نام دارد، موسمی است. آن اولی فصل بهار در صحراها می روید. این نمود کبودی را همگان برای پختن سمبوسه علفین خریداری می کنند. استعمال کبودی در همه فصل سال به ارگانیسم فایده کلان دارد، زیرا آن محصولات طبیعی بوده از ویتامین بوی است. اکثریت فصل بهار را همچون موسمی سمبوسه های علفین دانسته از آن فراوان استعمال می کنند، یا خود خورش هایی که در ترکیبشان سبزیجات زیاد است بیشتر سرطلبات است. گزارشی سومن حامید و نوریدین حکیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.